هم اینجا داریم که کتاب‌های طب سنتی توشه. ببخشید من یه چند نمونه‌ش رو بدم. اینا کتاب‌های آفست شده خطی به زبان عربی و فارسی. چند نمود کتاب اینجا هست؟ حدوداً 2 ساعت 3 ساعت. خدمتتون عرض میکنم 400 نزدیک 520 تا نمونه داریم از این کتابایی که به فرم آفست شده هست. ببینید این هم یه مدل دیگهش که باز متنش با توجه به کتابای طب سنتی زبان عربیه و زبان فارسی هم داره. مثلا کتاب مثل این که کتابای ارزشمندی که به زبان فارسی هست. این فقط درباره گیاها و طرز این در تبابت. مورد داروهای در واقع درمانهای گیاهی تو طب سنتی در واقع عموما من فلات ایران. در این واقعه گفتم که در تاجیکستان 4,500 بله. گل و گیاه ها هستن. 800 نمونه اون در طب خلقی استفاده میشد. در کرمان حدودا چقدر گل و توی گیاه ها؟ استان کرمان توی ایران من میتونم بگم ما 12,000 گونه دارویی داریم که یه چیز نزدیک به 4-5 هزار تاش استفاده داریم. 4-5 هزار اینا تایید شده است. بقیه‌اش احتیاج به کار. تشکر زیاد، دست شما در نکند. سه سال شدید.